سرخط مهمترین خبرهای روز. روسیه از آمادگی جنگی خود در مرز تاجیکستان خبر داد. تحقیقات بمب‌ها در ولایت سوغد و هشداری سازمان جهانی بهداشت ممکن است به تاجیکستان واکسین‌های مهلتش گذشته دهند. سلام بیننده‌های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. ماریا زاخارова نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است که کشورش در صورت پیچیده شدن وضع در سرحد تاجیکستان و افغانستان اقدامی قطعی خواهند گرفت. به گفته این مسئول وزارت کارهای خارجه، وضع در سرحد تاجیکستان و افغانستان مورد توجه دائمی روسیه قرار دارد. ماریا زاخارова ضمن یک بریفینگ خبر داده است که پایگاه نظامی 201 روسیه که در دو شهر تاجیکستان جایگیر است با همه تجهیزات ضروری مجهز شده است تا در صورت تشنج وضع از طرف افغانستان چاره‌های قطعی اندیشد. قبلا وزارت کارهای خارجه روسیه از خبرها درباره کشاندن نیروهای هر دو جانب بعد مرز تاجیکستان و افغانستان گفت که مسکو نگران است. وضعیت در افغانستان ماه ایون پس از خروج نیروهای آمریکایی شدت گرفت. در میانه‌های ماه آگوست گروه طالبان تقریبا همه شهرهای بزرگ و گذرگاه‌های مرزی را اشغال کرد. در همین حال بعضی از ساکنان شهر کابل شکایت دارند که پس از تصرف طالبان زندگی آنها در این کشور خیلی مشکل شده است. بیکاری و بیپولی بعضی ها را مجبور کرده است که به تظاهرات آسایشته برآیند، هرچند طالبان هر گونه تظاهرات را منع کرده بودند. ما بیکار و گرسنه‌ایم. زیر این شعار تظاهرات صلح‌آمیز آموزگاران دانشگاه‌های کابل و عائله‌های آنها در روز آموزگاران برگزار شد. اشتراک کنندگان راهپیمایی می‌گفتند 3 ماه باز کار نمی‌کنند و پول هم نگرفتند. چرا خاموش بمانید؟ بیکار و گرسنه هستید. بیکاری و گرسنگی نه تنها مشکل مردم کابل است، تمام کشور در چنین وضع قرار دارد. ساکنان وادی بامیان، محل مجسمه‌های مشهور بودایی که سال 2001 از جانب طالبان ترکانده شده بودند میگویند ما از طلب کودکانمان برای غذا خسته شدیم. در این جای در غارهای مجمع قدیمی بودایی چند صد عائله زندگی می‌کند. از اینکه طالبان آمده هیچ درآمد نداره، هیچ کاروبار نیست، قیمتی زیاده، مردم روز بعد قرار گرفته. در بازارهای کابل فعلا غذا پیدا کردن ممکن است اما خریدار نیست. ساکنان پایتخت به این بازار نمی آیند زیرا مبلغی برای خرید ندارند. سابق کار بسیار خوب بود، کارا پیش می رفت، بعد مال بار میکرد، هر رقم مال که می بود خلاص میشه، دیگر پیسه 5 تومن خشک میبرم. شما فکر کنید دینار ما بار کردیم از کلی کراچی 2000 افغانی رو ما سودا نکردیم. تا 2000 افغانی بعد 400 500 زیر ما خرج خانه بردیم. فعلا صبحی نماز خواندیم کیلوی 90 افغانی ما گاز پر کردیم. نارسایی غذا و مواد اولیه در افغانستان هنوز از اول ماه سپتامبر به مشاهده می رسید. بنا به آمار سازمان ملل کشور به گرسنگی شدید روبرو خواهد شد. کارشناسان میگویند این یک فلاکت بزرگ خواهد بود که الکی آغازش معلوم شده است. یک تحقیقات 500 نفر بی سرپناه را در ولایت سوغد معین کرده است. این در حالی است که در این ولایت رسما 1 نفر به خط گرفته شده است. این تحقیقات از سوی تشکیلات جمعیتی دیور با کمک فوند جمعیتی نوتبین و گروه از حامیان حقوق انسان انجام یافت. مؤلفان این تحقیقات بین 100 نفر از افراد بی خانمان در شهر ناحیه‌های خوجند، اسفره، گلستان، بوستان، باباجان غفور و جبار رسولов پرسش‌ها گذرانده پهلوهای گوناگون زندگی آنها را افشا کردند. تحقیقگران این گروه را قشر آسیب پذیر جامعه نام برده میگویند اکثریت حجت تصدیق کننده شخصیت ندارند، از حقوق‌های اجتماعی و طبی محرومند و حتی شماره‌شان در آمار رسمی موجود نیست. این افراد به دلیل مناقشه عائلوی، فروختن خانه در پی مشکل اقتصادی، قرضداری از بانک‌ها، بعد آزاد شدن از محبس و بعد برآمدن از خانه اینترنت‌ها بی‌پناهگاه ماندند. بیشتر از نیم بی سرپناهان گفتند قبلا صاحب خانه شخصی خود بودند ولی به دلایل گوناگون از دست داده در کوچه ماندند. اگر عمر وفا میکرد امروز 8 اکتبر آوازخوان معروف نرگس بندیشایوا به سن 55 میرسید. او ماه سپتامبر سال 1991 به طور فاجعه‌ای در یک صدمه راه جان باخت. گزارش همکارمان برات یوسفی را همراه میبینیم. من دیگر ناظر نیم در راه خالی جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده‌های غمیان. این یکی از ترانه‌هایی است که نرگس بندیشایوا را مشهور کرد.
آن 30 سال پیش سروده شده است، اما امروز هم سری زبان هاست. نرگس فرصتی خیلی کم داشت. سرودی زیاد نخوانده است، ولی با آن چند ترانه ساده و جذابش ماندگار شد. در تن خود سر ندارم مهمترین چیزی که نرگس داشت این از همون بهره گرفتن از همون موسیقی محلی و مردمی و با پیشنهاد تازه‌ای که تا اون وقت هیچ کس این کار را کردگی نبود. بله، انسامبل گلشن یک تجربه را داشت که موسیقی محلی و مردمی را با آمیزش موسیقی مدرن با موسیقی استرادی پیشنهاد میکردن، اما اونا تکیه بیشتر بر موسیقی مدرن میکردن، بر موسیقی استرادا میکردن. کارون و همپیشگان هنری نرگس را خارق‌العاده می‌دانند و از او خاطره‌های عجیب دارند. Такой талантливый, постоянно ругал его. Говорит, иди сюда, надо занять, песню надо записать. Она, ха-ха-ха, я... ман доимо ӯро ҷанҷол мекардам. Ту бояд машқ кунӣ, таронаҳоятро сабт кунӣ. Аммо ӯ бо хандаву шӯхӣ мегуфт, ман меоям, ла-ла-ла. Як умр ҳамин тавр буд. аммо ба ӯ ҳама чиз ба осонӣ даст медод. ҳама чӣ ба осонӣ даст медод. худованд ба ӯ дода буд. аз пешонааш бусида буд. тӯҳфаи худододиро тақдимаш карда буд. ана амин хел буд ӯ. Поцеловал в лоб. Вот этот подарил ему этот божий дар. Вот такая она была. وزارت تندرستی خبر می‌دهد که ماه اکتبر به جمهوری 500,000 وایه واکسینه کروناواک از جمهوری چین و 302,000 وایه واکسینه استرازنکا از اروپا ورود کرده می‌شود. با اطلاع این وزارت فعلا کارهای حجت‌گذاری آماده بوده، در نظر است که روزهای نزدیک واکسینه‌ها وارد کشور شوند. وارد گردیدن وایه‌های نو به تاجیکستان در حالی است که یک نماینده مخصوص سازمان جهانی تندرستی در منطقه اروپا کشورهای غربی را برای سیاست امگذرانی آنها محکوم کرده است. ویتیانیس اندریو کایتیس در مکالمه با هفته‌نامه روسی زبانی اکسپرس ندیلیا گفته است کشورهای اروپا اکثر وقت واکسینه‌های کرونا ویروس را در انبارها تا به آخر رسیدن مهلتشان نگاه می‌دارند. او تاکید کرده است که سازمان جهانی تندرستی از کشورهای اروپایی دعوت می‌کند که واکسن را با دولت‌های چون تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان، قرقیزستان تقسیم کنند. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارم خرامان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. 8 октябри соли 2018 баъди тахминан 20 сол ҳукумати президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев дар мувофиқа бо мақомоти Тоҷикистон ба поккории сарҳадаш аз мина шурӯъ кард. минаҳое ки ба қавли ҳукумати пешини Ислом Каримов ба хотири пешгирӣ аз вуруди ҷангиёни ифротӣ поёни солҳои 90 ҷойгузорӣ шуданд, дар 20 сол беш аз 800 сокини Тоҷикистонро куштаву захмӣ карданд. сентябри соли 2021 Мирзиёев гуфт барномаи поккории минаҳо иҷро шудааст. 8 октябри соли 1935 донишманди забоншиноси тоҷик Баҳриддин Камолиддинов таваллуд шудааст. Камолиддинов яке аз муаллифони китоби грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик буда муаллифи даҳҳо мақолаи илмист. вожашиносӣ ихтисоси ӯ буд ва ба фарқ аз дигар коршиносони соҳа як муҳаққиқи озодандеш ва таҳаммулпазири назарҳои мутафовит дар баҳсҳои забонӣ будааст. дар авҷи пандемияи коронавирус бемор ва баъди духтараш дар синни 84 солагӣ даргузашт. 8 октябри соли 1966 овозхон Наргиз Бандишоева таваллуд шуд. ӯ дар синни 25 солагӣ дар як садамаи мудҳиши автомобилӣ даргузашт, вале 4-5 таронае ки баъди сараш мондааст, Лалаик, Ҷони ман ва дигарҳо то ҳол маҳбубанду хотирмон ҳастанд. ӯ соли 1991 дар Қазоқистон ҷоизаи аслии озмуни мусиқӣ Садои Осиёро бурд ва онро ба Тоҷикистон овард. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 8 اکتبر چنین تعیین کرده است.
بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی که تقدیم شما شد. به شما استراحت خوب تمنا دارم. خدا نگهبانتان.